وقتی عاشق شوی راز دلت گفتن نتانی. وقتی عاشق شوی راز دلت گفتن نتانی. چقدر سخت خدایا، چقدر سخت خدایا، چقدر سخت خدایا، چقدر سخت خدایا. وقتی عاشق شوی راز دلت گفتن نتانی. دل برت خنده کنه با دیگران، تو بسوزی و برش گریه کنی. دل برت خنده کنه با دیگران، تو بسوزی و برش گریه کنی. دل برت بیایه بپرسه که چرا، تو برش گفته نتانی. چقدر سخت خدایا، چقدر سخت خدایا، چقدر سخت خدایا. وقتی عاشق شوی راز دلت گفتن نتانی. وقتی عاشق شوی راز دلت گفتن نتانی. چقدر سخت خدایا، چقدر سخت خدایا، چقدر سخت خدایا، چقدر سخت خدایا. سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو و از شما تشکری میکنم از اینکه ویدیو را بر دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار زیبا از سهیلا زلاند می باشه که این ویدیو به فرمایش یکی از دوست ما آماده میشه. دوستای عزیز، در شروع ویدیو میخوایم از تمام شما عزیزان سپاسگزاری کنم به خاطر حمایتتان از این کانال. کامنت های زیبایی که شما میگذارین باعث از این میشه که ما زیادتر و بهتر انرژی بگیریم و بهتر در اختیار شما قرار بگیریم. و لایک لطفا فراموش نکنین دوستای عزیز. با اثر لایک شما دوستای زیاد میتونن که از این ویدیوها استفاده کنن. و یک تشکری بسیار خاص دارم از دوستای ما که ممبرشپ خریدن و همچنین از دوستای ما که درسای آنلاین با ما دارن. شما هم اگه میخواین درسای آنلاین شخصی و فردی داشته باشین، لطفاً به زیر ویدیوها کامنت بگذارین و یا از طریق مسنجر با ما با تماس شوین که ما بتونیم ساعت‌های درسی را با شما یک جای منیج کنیم. دوستای عزیز، میریم و آهنگ شروع میکنیم. وقتی عاشق شوی راز دلت گفتن نتانی. چقدر سخت خدایا. ما درست معلومات ندارم، نمیفهم شعرش از کی است. فکر کنم کمپوزیتورش خود آقای زلاند باشه. ما به اجازه امی فامیل زلاند محترم این آهنگ میخوایم آموزش بدم و این ویدیو به خاص دوستای ما صورت میگیره و اگر در این ویدیو کمبودی می باشه لطفا ما از امی خانم زلاند و از فامیل زلاند خواهش میکنم که کاستی های ویدیو رو ببخشن و همچنان از شما دوستای نازنین. میریم و شروع میکنیم. این آهنگ زیبا در فریجن اسکیل جور شده یا مون نوتای راگ بهروی جور شده دوستای عزیز و این آهنگ ما میخوایم که از سی بخوانم. خب اگر ما از سی بخوانیم فریجن اسکیل چی شکل داره؟ ساری گما پدنی سا سانی دپا مگری سا. دوستان عزیز، سوال از شما است که اسکیل برای چی است؟ لطفاً در کامنت ها بنویسین که اسکیل ما چرا در هر درس برای شما میگم. خب البته در این آهنگ دوستان عزیز اردو ما، اردو گا و اردو ری استفاده شده. دوستان عزیز، آهنگ بسیار زیبا است و بسیار باریکی‌های زیبا و مقبول داره که میریم یک جایی را کار میکنیم. آهنگ از اینمی سی ماینر کورد شروع میشه و آهنگ از سه شروع میشه. دوستان عزیز، وقتی عاشق شوی راز دلت گفته نتانی. شما دیدین که ری شد دیج استفاده شد. چقدر سخت خدایا، چقدر سخت خدایا، چقدر سخت خدایا. شما دیدین که گی شدم اینجا استفاده شد. چقدر سخت خدایا،
گه شد اینجا بسیار واضحه، یک لحظه استفاده شد دوستای عزیز. وقتی عاشق شوی راز دل تا گفته نتانی، چقدر سخت خدایا، چقدر سخت خدایا، چقدر سخت خدایا، چقدر سخت خدایا. ملودی از مش شروع میشه دوستای عزیز. کرد ما اینمی سی ماینر کرد میگیریم و از مش شروع میکنیم. که امیر دوبار تکرار میکنن. آهنگ دوباره میه و سرمی سی ماینر کرد استارت میشه. انتره آهنگ از پش رو میشه دوستای عزیز. دل برت خنده کنه با دیگران، تو بسوزی و برش گریه کنی. شما دیدید دوستای عزیز که تیور میج استفاده شد. من یک بار دوگه تکرار میکنم شما ببینین. دل برت خنده کنه با دیگران، تو بسوزی و برش گریه کنی. که بسیار واضح دیدیم که یک لحظه تیور میج استفاده شد. دل برت خنده کنه با دیگران، تو بسوزی و برش گریه کنی. دل برت بیایه بپرسه که چرا، تو برش گفته نتانی. چقدر سخت خدایا، چقدر سخت خدایا. عالم را یک انگشت کار میکنم. دل برت خنده کنه با دیگران، تو بسوزی و برش گریه کنی. دل برت بیایه بپرسه که چرا، تو برش گفته نتانی. چقدر سخت خدایا، چقدر سخت خدایا. آهنگ دوباره سر سی ماینر کرد استارت میشه دوستای عزیز. این تمام آهنگ بود دوستای عزیز. ریتم از این آهنگ 6-8 تایم تکنیشر است. میریم و در دادره را ما تمرین میکنیم. وقتی عاشق شوی راز دلت گفتن نتانی، وقتی عاشق شوی راز دلت گفتن نتانی. چقدر سخت خدایا، چقدر سخت خدایا، چقدر سخت خدایا، چقدر سخت خدایا. وقتی عاشق شوی راز دلت گفتن نتانی. روز نوروز بچینی گل سرخ، با سر رای نگار فرش کنی. روز نوروز بچینی گل سرخ، با سر رای نگار فرش کنی. دل برت بیایه بپرسه کار کیست، تو برش گفته نتانی. چقدر سخت خدایا، چقدر سخت خدایا، چقدر سخت خدایا. وقتی عاشق شوی راز دلت گفته نتانی. وقتی عاشق شوی راز دلت گفته نتانی.
چقدر سخت خدایا، چقدر سخت خدایا، چقدر سخت خدایا، چقدر سخت خدایا.